پرزیدنت قرقیزستان صادر جابوروف روز 2 فوریه با فرمان خود سفیر این کشور در تاجیکستان جانیش رستنبیکوف را از وظیفه آزاد کرد. درباره اینکه کی به جای رستنبیکوف سفیر نو بشکک در دوشنبه می شود اطلاع داده نشده است. جانیش رستنبیکوف از دکامبر سال 2018 سفیر قرقیزستان در دوشنبه بود. او قبلا از سال 2007 تا 2011 سفیر در قزاقستان و از سال 2014 تا 2018 سفیر در ترکمنستان بود و چندین سال به حیث وزیر ایالت‌های فوق‌العاده، کاتب دولتی و حاکم ولایت اوش کار کرده است. در پایان سال 2021 پارلمان قرقیزستان به رستنبیکوف اظهار ناباوری کرد و گفت که او در امر حمایت از منفعت‌های کشور و شهروندان قرقیزستان در تاجیکستان سعی و تلاش کافی به خرج نمی‌دهد. مناسبت‌های قرقیزستان و تاجیکستان در حال حاضر دوران پرتنشی را پس سر می‌کنند. در پایان ماه اپریل سال 2021 در مرز تاجیکستان با قرقیزستان درگیری‌های مسلحانه روی داد که 55 کشته و 240 زخمی به جا گذاشت. اکثر کشته شده‌ها و زخمی‌ها از طرف قرقیزستان بود. شب 27 ینور سال 2020 در مرز دو کشور مناقشه نوی رخ داد که در جریان آن دو ساکن تاجیکستان کشته و از دو طرف بیش از 20 نفر دیگر زخمی شدند.